این چیزیه که من بهش میگم آبی و این چیزیه که احتمالا شما بهش میگین آبی. چی میشه اگر مثلا من اینو ببینم و شما یه همچین تصویری ببینید؟ جفتمون احتمالا موافقیم که آسمون آبیه و چمن هم سبز. پس از کجا مطمئنیم که هممون یه رنگو میبینیم؟ چیزی که در واقع ما بهش میگیم رنگ در واقع یک سری امواج الکترومغناطیسی هستن که به اجسام مختلف میخورن و به سمت چشم شما باز. وقتی که نور وارد چشم ما میشه به 3 جور سلول مخروطی برخورد میکنه. موجهای پایین رو نشون میده، مثل رنگ آبی. M به طول موجهای متوسط حساسه، مثلا رنگ سبز، و L به طول موجهای بالا حساسه، مثلا قرمز. مغز شما محاسبه میکنه که چقدر هر کدوم از این سلول‌ها تحریک شدن و تبدیلش میکنه به یک تجربه از رنگ. مثلا ممکنه تجربه‌ای که مغز من از رنگ آبی داره بیشتر شبیه تجربه مغز تو از رنگ قرمز باشه. تا وقتی که مخروطهای مغز ما با امواج مشابهی تحریک بشن و ما هر دومون یاد بگیریم که یک اسم به اونا بدیم، هیچ آزمایشی وجود نداره که بتونه ثابت کنه که آبی من با آبی شما یکی. و این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن مسئله طیف وارونه. حتی اگه ما هر دومون ادعا کنیم که داریم یک آبی رو میبینیم، متغیرهای خیلی کوچیک مثلا میزان حساسیت مخروطها ممکنه کاری کنه که آبی شما یکم روشن‌تر، تارتر و یا حتی کاملا یک رنگ متفاوت باشه. فیلسوفا به این کیفیت خام تجربه ذهنی میگن کوالیا، چیزی که چی بودن یک چیز رو مشخص میکنه. این حتی فقط مربوط به رنگ ها هم نمیشه. چه حسی رو تجربه میکنید وقتی که یه چیز تیز بهتون میخوره، یا وقتی که نور آفتاب بهتون میخوره، یا وقتی که مثلا شکلات میخوره؟ احساس ناراحتی من ممکنه هیچ شباهتی با احساس ناراحتی شما نداشته باشه و هیچ راهی هم وجود نداره که بتونیم اینو ثابت کنیم. و الان دوست دارم ازتون این سوالو بپرسم: با همچین شرایطی قضاوت کردن یک نفر چقدر کار درستیه؟